با سلام و درود فراوان به شما دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید به این ویدیو. زمان. این سوال همیشه تو ذهن من بوده. هر وقت از خواب بیدار میشم بهش فکر میکنم. نه دروغ گفتم، بهش فکر نمیکنم، ولی همیشه تو ذهن من بوده این سوال. زمان چیه؟ نمیدونم تو حالا بهش فکر کردید یا نه، ولی زمان چیه؟ زمان چیه؟ سریع زود باش بگو. 10 ثانیه بهت وقت میدم تو 2 کلمه بهم بگی زمان چیه. دک 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 دک. ببینید مثلا چرا میپرسیم امروز چه تاریخیه یا تو چه سالی هستیم یا ساعت چنده؟ مگه تا حالا شده از یه بوقلمون بپرسن ساعت چنده؟ میدونم که الان با خودتون فکر میکنید این حرفم خیلی بی ربطه، ولی نه، این حرفم یکم بی ربطه. چیزی به نام زمان واسه یه بوقلمون معنی میده؟ واسه بقیه حیوونا چی؟ خب اصلا چه مدرکی وجود داره؟ چه جوابی دارید واسه مثال بوقلمون؟ شایدم یه روز یکی پیدا شد که گفت من مدرک دارم که در اون صورت 2 حالت داره. یا داره دروغ میگه که باید بهش بگی بشیم بریم باو، یا اینکه زبون بوقلمونو بلده که در اون صورت هم باید بهش بگیم بشیم بریم باو. ببینید خیلی ساده است. سوال من اینه، آیا زمان وجود داره یا اینکه ما فکر میکنیم که زمان وجود داره؟ تو این ویدیو میخوام چیزایی بگم که شاید درکتون تغییر کنه یا اینکه تغییر نکنه. نمیدونم، مگه من نوستراداموسم؟ با نگاه گرم شما برنامه ندانستنی ها را شروع میکنیم. انتظار داشتی بگیم آغاز میکنیم؟ نه، شروع میکنیم. خب من اومدم گفتم که زمان وجود داره و تبدیل میشه به گذشته، حال و آینده. درسته؟ نه درست نیست. من کی این حرفو زدم؟ بذارید براتون یه مثال بزنم. این یه خطه، درسته؟ نمیتونیم بهش بگیم که خط نیست، چون خط است. روی این خط 3 تا نقطه قرمز رنگ میذاریم. نقطه اول گذشته، نقطه دوم حال و نقطه سوم هم آینده است. قوانینی که تو ذهن خودمون ساختیم اینه که ما نمیتونیم از نقطه حال به گذشته بریم، ولی میتونیم از نقطه حال به سمت آینده حرکت کنیم، ولی هیچ وقت به آینده نمیرسیم. ما همواره تو حالیم و فقط داریم گذشته رو درازتر میکنیم. جای هیچ کدوم از این نقطه ها عوض نمیشه. این خط هم تغییر نمیکنه و از بین نمیره. به صورت ساده وقتی از شما میپرسن زمان چیه، میگین 3 بخشه: گذشته، حال، آینده. ما داریم به سمت آینده میریم. گذشته هم گذشته، حالم همین الان که دارم باهاتون صحبت میکنم. البته اینم بگم که بعضیا هستن این قضیه رو باور ندارن. بذارید با یه مثال این قضیه رو به چالش بکشیم. ما میتونیم توی بعد مکان هر جایی که دوست داشته باشیم حرکت کنیم، چپ، راست، بالا، پایین، جلو، عقب. اما آیا میتونیم توی بعد زمان هم همین کارو انجام بدیم؟ نه نمیتونیم. البته با قوانینی که خودمون واسه خودمون ساختیم. ما توی بعد زمان فقط میتونیم به سمت جلو حرکت کنیم و این یکم رو مخه. این روال رو مخ بودن ادامه پیدا کرده بود تا زمانی که یه نفر رسید و گفت که من اومدم. همه گفتن تو کی هستی؟ گفت من انیشتینم. گفتن خب بزانونم نونون. خلاصه همه داشتن میرفتن که او یکی گفت صبر کنید. گفتن چیه؟ گفت این آلبرته. گفتن کدوم آلبرته؟ گفت آلبرت ایزاک خورپاف پورتوف. گفتن نه. گفت آره. گفتن زهرمار. خلاص اونجا بود که انیشتین ظهور کرد و با قوانینش گند زد به قوانین ذهنیت ما. انیشتین اعتقاد داره که زمان کلا توهمه. یه جمله معروف داره میگه که تفاوت قائل شدن بین حال و گذشته و آینده صرفا نشان دهنده تداوم یافتن یک توهم و اصرار لجوجانه ما بر آن است. یعنی چی؟ یعنی این 3 تا نقطه در اصل یکیه. خب اگر این حرف درست باشه یعنی گذشته نگذشته و در واقع آینده هم قرار نیست اتفاق بیفته، که همین الان اتفاق افتاده. عجیبا غریبا. میدونم یکم پیچیده است، ممکنه همون اول درکش نکنید، ولی شما میتونید از برنج دانه بلند کریم استفاده کنید. خب بریم سراغ اصل مطلب. فرض کنید این شمایی داخل کودکی، این شمایی داخل جوانی و این شمایی داخل پیری. اگه بخوایم با باورهای قدیمی جلو بریم میگن اول شما این هستید، بعد این میشید و در نهایت به این میرسید. وقتی شما از مرحله کودکی میرید به مرحله جوانی، مرحله قبلی یعنی کودکی از بین میره و چیزی به جز یک خاطره ازش نمیمونه. به اون خاطره میگیم گذشته. ولی انیشتین میگه که اون یه خاطره نیست، اون از بین نرفته، هنوز وجود داره. اما این یعنی چی؟ مگه میشه توی یه زمان هم بچه باشیم هم جوون؟ نکته هم اینجاست. انیشتین میگه زمان وجود نداره، پس در یک زمان اصلا معنی نمیده. گرفتین چی شد؟ خیلی منطقیه نه؟ ما تو ذهنمون یه کیک در نظر میگیریم، اسم کیک رو میذاریم زمان، برش میدیم، برش اولو میخوریم، برش اول کودکی ماست، برش دومو میخوریم، برش دوم جوانی ماست، برش سوم هم میخوریم، برش سوم که آخرین برش پیری ماست. بعدش چی میمونه؟ هیچی.
اما نظریه انیشتین چی میگه؟ میگه ما داریم کیک رو برش میدیم، یعنی در اصل زمان برش داده شده اما ما اونو نمیخوریم. یه چیزی وجود داره به نام علیت معکوس، میگه هر اتفاقی توی گذشته میتونه روی آینده تاثیر بذاره. خب این خیلی منطقیه، ولی میگه هر اتفاقی توی آینده هم میتونه روی گذشته تاثیر بذاره. خب کسی که این حرفو زده رو بهش بگه اگرم گفت چی گفتی بگو همون که شنفتی. ولی جدی اگه همچین چیزی درست باشه خیلی خفنه، خیلی عجیبه ولی خفنه. اگر همونطور که انیشتین گفت زمان وجود نداشته باشه که کلا نباید آینده و گذشته و اینطور چیزا اصلا معنی داشته باشن. بذارید فعلا کار جناب آقای انیشتین نداشته باشیم. من میخوام به صورت ساده برداشت خودم از این حرف که میگن آینده میتونه روی گذشته تاثیر داشته باشه و بگم. ما توی زندگیمون تصمیمای مختلفی میگیریم، ممکنه ما رو به موفقیت برسونن یا ممکنه بدبخت بشیم، بیچاره بشیم، داغون بشیم، نابود بشیم. به هر حال این طبیعیه که توی گذشته هر تصمیمی میتونه روی آیندهمون تاثیر بذاره. ولی مثلا من الان تصمیم میگیرم یه کاری انجام بدم، یهو گذشتن تغییر میکنه، اصلا چه ربطی داره؟ مثلا من توی گذشته به پدرم گفتم دوست دارم، بعد یهویی تبدیل میشه به ازت متنفرم. میبینید هم عجیبه هم اصلا معنی نمیده. بذارید براتون یه مثال بزنم که یکم منطقی تر بشه این قضیه. فرض کنید با دستگاه ماشین زمان در آینده خیلی دور که ساخته شد برمیگردیم به گذشته. حالا چقدر دور نمیریم، 10,000 سال دیگه، 100,000 سال دیگه، 500,000 سال دیگه، به هر حال اینا 8 فرضن. ماشین زمان ساخته میشه توی آینده و ما با اون دستگاه ماشین زمان برمیگردیم به گذشته و به زمانی که من به پدرم گفتم دوست دارم. قبل از اینکه به پدرم بگم دوست دارم، اون مرده که توی زمان سفر کرده بوده میاد پیش تو و پشت سر پدرت حرف میزنه، میگه پدرت گفته فلان، پدرت میخواد با سیبیلا شلاقت بزنه، پدرت گفته چشاتو از حلقه در میارم. خلاص یه جوری تو رو عصبانی میکنه، تو میری پیش پدرتون میگه ازت متنفرم. دیدید؟ به همین سادگی اتفاقاتی که توی آینده افتاده بود میتونست روی گذشته تو تاثیر بذاره. اما همه اینا فرضن. ماشین زمانمون کجا بود؟ اگه ماشین زمانی وجود داشت که میتونستی اونقدر بری عقب که حتی دلیل بیگ بنگ هم تو باشی، یعنی تو جهانو خلق بکنی. ولی خب در حال حاضر ماشین زمانی وجود نداره. میخوام براتون چند تا نکته جالب بگم. نیوتن میشناسید؟ همونی که سیب خورد تو سرش مرد، نمرد، زنده موند، ولی جاذبه رو کشف کرد. همونی که اگه نبود قطر کتابای فیزیک ما بزرگتر نمیشد. همون مرتیکه همون دانشمند بزرگ. بله این دانشمند بزرگ میاد میگه که زمان واسه همه یکسان و همه جا یه جور میگذره. مثلا منی که دارم با سرعت 10,000 کیلومتر حرکت میکنم با یکی که داره با سرعت 1 کیلومتر حرکت میکنه، زمان واسه هر دوتامون یه جور میگذره. ولی خب این یه اشتباه خیلی بزرگ بود که انیشتین نیوتن رو مورد بررسی قرار داد نظریه‌شو. انیشتین به نیوتن گفت که حرف الکی نزن، زمان واسه همه یه جور نمیگذره. زمان در هر شرایط مختلف یه جور دیگه میگذره، واسه هر کس فرق میکنه. مثلا زمان واسه اون کسی که داره با سرعت بیشتری حرکت میکنه یه جور دیگه میگذره، واسه اون کسی که داره کندتر حرکت میکنه یه جور دیگه میگذره. دانشمندان واسه اینکه ببینن نتیجه میده نظریه انیشتین، یک ساعت اتمی که خیلی حساسه رو توی هواپیما گذاشتن و یک ساعت اتمی دیگه که دقیقاً مثل اون ساعت کوک شده بود و روی زمین گذاشتن. هواپیما پرواز کرد و یه مدت تو آسمون بود. بعد که فرود اومد چک کردن ساعت‌ها رو، دیدن بله درست میگه. ساعت‌ها با هم اختلاف داشتن، یعنی زمان واسه هر کدومشون یه جور دیگه گذشته بود. ما چجوری یه چیزی رو میبینیم؟ نور به یه چیزی برخورد میکنه، از اون جسم برمیگرده میتابه به چشممون، ما اون جسم رو میبینیم. پس در نتیجه وقتی ما به خورشید نگاه میکنیم، اون نور که از جسم یعنی همون خورشید تابش پیدا میکنه میخوره به چشم ما و ما خورشید رو میبینیم. البته این نکته رو بگم که خورشید پشتش به ماست. نور خورشید 8 دقیقه و 20 ثانیه طول میکشه تا به زمین برسه و این یعنی برای دیدن خورشید باید 8 دقیقه و 20 ثانیه صبر کنیم. کی میدونه توی 8 دقیقه و 20 ثانیه چه اتفاقاتی میفته؟ ممکنه خورشید بترکه و منفجر بشه و نورش ما 8 دقیقه و 20 ثانیه بعد میبینیم. یعنی ممکنه همین الان خورشید منفجر بشه و ما نمیدونیم. 8 دقیقه و 20 ثانیه بعد میفهمیم و بعدش هم جزغاله میشیم. من نمیخوام بمیرم، نمیرم. میدونم ارتباطی نداشت ولی دمتون گرم. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. ویدیو هنوز تموم نشده، پس نرو، تو که بی من نمیتونی دووم بیاری، نرو. خاطرات شمال محال یادم بره. سلام همه دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. قبل از اینکه ویدیو شروع بشه ویدیو تموم شد که من یه تشکر کنم. خیلی دوست داشتم پارت دوم آبشار جاذبه‌ام بسازم. تو سوالا هم که پرسیده بودید گفتم که بعد از اینکه یه ویدیو دیگه میسازم، بعد از اون ویدیو پارت دوم انیمیشن آبشار جاذبه‌ام میسازم. خلاص اینکه منتظر باشید ویدیو بعدی میشه ویدیوی آبشار جاذبه پارت دوم.